آخر ماه ایول در شمال کشور نرخ سوزشواری برای نقلیات‌ها تا حدود 20% نظر به یک ماه قبل بلند شد. روز 3 ایول در اکثر تابلوهای نقطه‌های فروش مواد سوخت نرخ یک لیتر گاز نزدیک به 6 سامانی، بنزین قریب 10 سامانی و دیزل به 9 سامانی نوشته شده است. در مقایسه به یک ماه پیش تقریبا 70 درم افزایش یافته است. فروشندگان این افزایش را شرح نمی‌دهند. رانندگان میگویند آن به کم و گران شدن واردات بستگی دارد. از پیش از قرغیزستان میگفتن، حاضر از روسیه گفتاست. از روسیه وارد شداست میگن. پیش از قرغیز که بود تمام چی ارزان بود. خالد پای داشته خالد. وران خد قرغیزان خد و این صاف هستن در این جهت. راننده ها میگن نرخ گاز در خوجند نسبت به دوشنبه بیشتر گران شده به کار کراکش و مسافربرها تاثیر کرده است. به گفته آنها مسافران نیز از بلندشوی راهکرا ناراضی‌اند ولی علاج دیگر ندارند. دهقانان هم میگن به خاطر قیمت شدن راهکرا از فروش حاصل امسالهشان فایده کم میگیرند. ما خربوز کیلو میکنیم ماشین می‌آوریم 150 بود 200 و 350. شرکت های گازپروم، گازوئیل، آریا، راه سامان نفت، سیگنج و سوخت نفت از جمله وارد کننده های مواد سوزشواری در تاجیکستان به حساب می روند. در حالی که ایده گرانی نرخ سوزشواری را به خواستهای مونوپولیستان ساحه ربط می‌دهند، پیشتر مقامات خدمات ضد انحصاری تاجیکستان دلیل قیمت شوی سوزشواری را به کاهش انتقال آن از قزاقستان پیوند داده بودند. رانندگان و خریداران در بسته بودن مرزها با قرغیزستان می‌دانند. ولی مسئولان ریاست گمرک در ولایت سوخت در نشست مطبوعاتی اخیر گفتند که مرزبندی جانب قرغیزستان به کاهش‌یابی آمار ارزش مالیوی تاثیرگذار بودن نمیتواند، زیرا در گذشته هم حجم گردش مال با این جمهوری در مقایسه با دیگر کشورها چندان نظررس نبود. حساب 2.14% از حجم واردات عمومی ریاست می‌باشد. در همین دوره سال 2020 20.6 میلیون دلار آمریکایی حساب 3.23% از حجم عمومی واردات عمومی می‌باشد. در همین حال طبق نشاندادهای حالتهای قانون‌ویرانکنی وارداتی یا به اصطلاح قاچاق مواد سوخت نسبت به همین دوره سال گذشته به مراتب کاهش یافته است. اگر در 6 ماه اول سال گذشته 32 مورد را آشکار کرده باشند، در این دوره آن 27 حالت را تشکیل کرده است. در نشانداد حجم مواد نیز کاهش‌یابی نظررس قید شده است. فرزا محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.